اتفاقا اینجا رسیدیم به اون چیزی که میخواستم خودم ازتون بپرسم و اون همین هستش که بزرگترین خطری که میتونه انقلاب ملی رو از مسیر خودش منحرف کنه به نظر شما چی هست؟ هم یک عامل روانیه، یعنی حفظ روحیه. یه جنبه دیگه هم این هستش که مبادا تو دام حاشیه‌سازی ها بیفتیم. ببینید وقتی که یک حرکت مثبت در کار هست، یعنی در واقع در یک مسیر پیشرفت هستیم، تکنیک حواس پرت کردن و حاشیه‌سازی واسه اینه که به جای که متوجه اصل موضوع بشین، در یه موضع دفاعی یا توجیهی قرار بگیرید بر مبنای همین حاشیه‌سازی هایی که توجهات رو میخواد ببره به یه موضوع نامربوط و یا به خاطر جلوگیری از اون وحدت عمل و کاری که باید پیش بره. هرگز نباید تو این تله افتاد و دیدیم که عوامل نظام شدیداً دنبال این هستن که همیشه این فضا رو آلوده بکنن یا درگیری ها ایجاد بکنن. بعضی هم ممکنه از روی بی‌توجهی تو این دام بیفتن.